صنعت معماری در همه دور و زمان یکی از جنبه‌های مهمترین معرفگر تمدن، معرفت و تفکر تاریخی و جمعیتی هر یک خلق و ملت به حساب می‌رود. معماری و شهرسازی این فضای ایجادی میباشد که با محصول آن همه روزه هر یکی ما روبرو میشویم. از این سبب سیاست معماری و شهرسازی این نظام تشکلی شخصیت‌های سالم میباشد. ما شهرها را میسازیم و بعد شهرها ما را میسازند. سال 2018 با قرار شورای سران دولت‌های اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل، سال 2021 سال معماری و شهرسازی در اتحادیه دولت‌های مستقل اعلان شد.